والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از جانب همه عزیزانی که در این محفل حضور دارند، شخصا از جانب حضرت استاد، بعدا از جانب خود ذاکرین با همراه اهل بیتشان به مناسبت این محفل شادی و جشن خورسندی توی ازدواج و نکاح فرزند و نبیری عزیزان خوشبگی به خاطر چی گفته نامشه؟ خوشنظر از اون خجال تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند برای عروس و داماد زندگی خوش، عشق و محبت، سعادت دنیا و آخرت، پیروی از قرآن و سنت مسئله دارم. خداوند در دامن ایشان با فرزندهای خوب، فرزندهای قرآنی و اسلامی، نمازی و مسجدی صالح و صالحه نصیب و روزی گرداند و روزر خدا موفق بگرداند که کریم ما توی نبیره های از این نکاح میشده را با خیش و تبار و جمع احباب از جای استقبال نمایند. البته خانه‌دار کردن فرزندها، تزویج کردن فرزند خواه پسر از خواه دختر از جمله حقوقهای اسلامی است که پروردگار در قرآن عظیم الشان بنده ها را با او، خصوصا پدرها را با او وظیفه‌دار نموده است. استعیذ بالله و انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله. خدا میگه پدر مسلمان، وقتی که من به تو پسر یا دختر و فضل خودم عنایت کردم و او به سن بلاغت رسید، به سن نکاح و به سن ازدواج رسید، تو وظیفه‌دار هستی که برای پسرت همسر و برای دخترت شوهر بیابی و اونها را با نکاح صحیح و حلال اسلامی خانه‌دار بکنی و انشاءالله در این امر خدا میگوید از فقر و قشاقی و قرضداری هراس نکن. حتی کسی برای امر نکاح فرزندهاش قرضم که بگیرد، پروردگار وعده داده است در قرآن عظیم الشان که ما از فضل خود به زودی شما را بی نیاز میگردانیم و حتی قرض امر نکاح که عبادت است، طاعت است، پروردگار وعده داده است که من کمک میکنم ادا میشود. ثلاث حق علی الله عونهم. رسول اکرم گفتن سه چیز خداوند حق داره کمک بکنه. یکی از اونها مردی که به خاطر نکاح قرض میگیرد و خداوند اون قرضش ادا میکنه. بنابر خاطر همین امروز من خوش نظر میخواهم در باب بندگی خدا و زندگی مختصر نصیحتش بکنم. نصیحت اول به من و شما خوش نظر باشم با عروس و همین است که بندگی خدا را، طاعت و عبادت پروردگار را به جا بیار. فراموش نکن گذشتگان تو، بابا تو همه مسلمان بودن، همه مسلمان زیستن، همه مسلمان از این دنیا رفتن. بنابراین خواهی که در آخرت با اونها یک جا باشی، خواهی که روز قیامت با اونها یک جای محشور شدی، با گذشتهات، با پیشرفتهات باید در راه اونها بروی، باید پیروی از دین و آیین و مذهب و مسلک اونها بکنی. خدا نکند که بینمازی، خدا نکند که روزخوری، خدا نکند که عرق نوشی و راههای فسق و فجور اختیار کنی. کسی که در این زندگی دنیا اگر راه شیطان اختیار کرد، به راه معصیت گناه رفت، حتما در آخرت به گذشتهاش نمیرسد. زیرا خدا قرآن به وعده داده است ما کسانی را، اون فرزندان را به گذشتهاشان ملحق میکنیم که اونها در ایمان و عمل صالح پیروی به گذشته هاشان بکنن. بنابر خاطر همین در باب نماز خصوصا عنایت بده. به نماز بدون دوزخی هست، به نماز بدون جهنمی هست، به نماز محروم از بهشت است، به جنت نیست جای به نمازان بود دوزخ سزای به نمازان. حضرت سعدی گفته. عروس هم در باب نماز تاکید کنم برای که زن در باب نماز مسئولیتش در گردن شوهر است. اگر او به نماز باشه و تو با به نمازی او راضی باشی، او رو سیاست نکنی، او رو نصیحت نکنی، او رو زجر نکنی، در نماز در باب نماز فقط پیش پروردگار مسئول است. مردها بدانه روز قیامت به خاطر یک زنی به نماز و یک زنی به حیا به عفت 4 مرد در محکمه خدا در پیشگاه خدا جوابگر می شود.
اول پدرش که در دختری او را نمازخوان و با حیا و با سطرش نکرد، اول پدر جواب داره. جناب پدرها مسئولیتان نزد خدا جوابگوییتان در حس کنیتان. از 7 سالگی پیغمبر خدا گفتن به دختر و به بچه ها سفارش به نماز کنید، سفارش به حجاب و سطر اسلامی کنید. 7 سالگی نگوید پدر بالغ شد عقلش دستورش میدارد و دستورش رومال میگیرد. نه، وقتی که از کودکی عادت میکرد به رومال کلام گرفتن به صدر و وقتی که 13 و 14 داره دیگه خجالت میکشه، از دوگانه ها شرم میکنه، از معلمات دیگه دستور هرگز رومال قبول نمیکنه. بنابراین از خودی عادت کردن میشن. در باب نماز هم از 7 سالگی. دویم کسی که روز قیامت به خاطر یک زن در نزد خدا جوابگر میشه این شوهر است. شوهر هم وقتی که زنش بی نماز باشد و چیزی نگوید فقط خدا رو جواب میده. سوم البته برادر، وقتی که پدر نباشد و برادر در تربیه او خواهر باشد و خواهرش نگوید اینم روز قیامت جوابگر است. چهارم فرزند که مادری بی نماز دارد، مادری بی حیا و عفت دارد. از این خاطر عروس هم در باب نماز تاکید کن. دویم نصیحت من به شما همین است نظر که با پدر و مادرت هم مناسبت خوب کن، زیرا در اسلام بعد از طاعت و عبادت خدا بزرگترین طاعت و عبادت خدمت پدر و مادر است. خدمت پدر و مادر رسول اکرم گفتن از نماز نافله، از روزه نافله، از صدقات نافله، از حج و حتی جهاد نافله بیشتر اجر دارد، ثواب دارد. رسول اکرم بعضی صحابه ها را که التماس جهاد رفتن میکردن، خواهش جهاد رفتن داشتن، به خاطر خدمت پدر و مادر برمیگرداندن، میگفتن برو ففیهما فجاهد، تو در خدمت پدر و مادر جهاد کن. برای تو خدمت پدر و مادر از جهاد با پیغمبر افضل است. ببینید فرزندان عزیز، پدر و مادر چقدر در اسلام مثلا جایگاه و مقام بلند دارد. سیوم نصیحت من در باره شما باشن خوش نظر با عروسان همین است که زندگی خوش کنید و همدیگر زندگی قرآنی کنید، زندگی که خدا قرآن به شما را سفارش میدید و عاشروهن بالمعروف که زن و مرد باید به همدیگر معاشرت خوب، زندگی خوب داشته باشند و همین امر الهی شما زندگی بکنید. کوشش بکن خوش نظر تو بشن، بهترین مرد مسلمان باشی. رسول اکرم بهترین مرد مسلمان میدانی که گفتن خیارکم خیارکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی. زن بهترین مرد مسلمان همون مسلمان است که با اهل و عیال خود، با زن و فرزندان خود مناسبت خوب دارد، اخلاق خوب دارد، معامله خوب دارد، بد اخلاق نیست، حقارتچی نیست، دشنامگر نیست، زمزم نیست. بعضی آدم ها با زن واقعا ظالمانه رفتار میکنه، مانند کرید رفتار میکنن، با دغلی و درشتی و همیشه با حقارت و با سیاست. این رفتار این خلق جهنمی هاست، خلق دوزخی هاست. خلق بد انسان به عذاب قبر گرفتار میکنه، خلق بد انسان به بلاهای زیاد مبتلا میکنه. بر خاطر این خوش اخلاق باش. با کلین هم نصیحت میکنم، شما هم کلین عزیز کوشش بکنید خیر النساء باشد. پیغمبر خدا بهترین زن مسلمان کدام زن است؟ گفتن همون زن است که 5 وقت نمازش میخواند، روزی ماه مبارک رمضانش میدارد، اطاعت از شوهر میکند. یعنی اطاعت کاری از شوهر برای شما خواهران عزیز چه امری مهم است. بعد از طاعت عبادت خدا برای شما خواهرای عزیز بهترین عبادت خدمت شوهرتان است. چرا که برای فرزند بهترین عبادت خدمت پدر و مادر است، برای زن شوهردار بهترین طاعت عبادت خدمت شوهر است. بنابراین رسول اکرم در حدیث مسلم گفتن زن مسلمان به اجازت شوهر حتی روزی نافله گرفتن ندارد. من روزی رجبی میگیرد، روزی دهه میگیرد، باید از شوهرش اجازت فرصت، وقتی اجازت داد فردا هر بار روزه بگیرد. و الا اگر اجازت ندهد برخلاف امر شوهر روزه گیرد، روزش به درگاه خدا قبول نیست، روزش مکروه است. رسول اکرم حدیث صحیح است. همین حدیث دلالت میکنه که خدمت شوهر برای زن حتی از روزه نافله افضل است. بنابراین از خدمت شوهر آر نکنید. بعد از خدمت شوهر با خصوص خوشنامان هم احترام کنید. در امروز بسیار عائله ها ویران شده است از مناسبت بد کلین ها با خوشنامان ها یا خوشنامان ها با کلین ها. بنابراین من کلین نصیحت میکنم خوشنامان مانند مادر رو احترام و خدمت کن، او را خدمت به جا بیار. و خوشنامان هم نصیحت میکنم شما هم کلین مانند دختر خودتان قبول کنید
با اون مانند دختر مناسبت بکنه. انشالله اگر به این گفته ها عمل شود انشالله زندگی خوش در این خاندان خدا نصیب نگرد. آمین. خدا توی مبارک کنه. پروردگار بین عروس و داماد الفت و محبت و عشق و وفا پیدا گردن. رضا کریم ما را کسی خانگی خداوند و بالای بچه دختران ناگو نگه دارم. خانه‌اش فیض برکات خداوند نازل کنه. با روز نصیب کن که باقی مانده بچه دختر کارم تویای عروسیشان آقای رضا کریم ما همراه با خانگیش و خیشت باراش پیشواز گیرن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا آقای رضا رحیم مبارک شوا. آقای صوفی شما دم مبارک شوا. خسر چی نام دارم؟ خرچه مبارک شوا. مورد گفتید مبارک باشه تو یوم خدا مبارک. خیلی آمین. جزاک الله خیر من الله. خدا فیض و برکت عمر دختر تعدیل بیرن. خدای تعالی گوشاش ورزی نیده گوشاش ورزی نمیشنم. مبارک شوا. شما در صورتی به عروس بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تلاوت شده به تمام ارواح‌هایی که از این خاندان میرزا کریم امید فاتحه دارن از بابا و ماما و گذشته هاش خصوصا باعث غلامم کفرش کدی خدای از ثواب بیماری های تلاوت شده در این روزی توی نبیره هاشان با نصیب گردن نوراشان و پرنور و جاشان جنت کنم. خداوند به حرمت قرآن عظیم شب بین عروس و داماد الفت و محبت و عشق و وفا پیدا گردان. همان الفت و محبتی که بین حضرت آدم و حوا و بین حضرت ابراهیم و سارا و بین حضرت یوسف و زلیخا و بین حضرت محمد و خدیجه کبرا پیدا گردان. مبارک شوا. مبارک شوا. وای حوض مولا چه حوض شیخان که بالای نمیراد و پنشش دفتر